این قطر 60 قطر 26 خطوط باقی مونده رو پاک میکنم، لاینم رو ور میدارم و کنترل راست کلیک از این تانژانت به کنترل راست کلیک این تانژانت یک خط میکشم. همونطور که میبینید این نقشه هم فعلا تکمیل شد، منهای اون قسمت های باقی مونده که انشالله تو گام بعدی این قسمت ها رو با هم دیگه به صورت 100% تکمیل خواهیم کرد. خب این هم یک مثال دیگه ای بود که انجام دادیم با هم دیگه. دوستان این مثال ها بسیار بسیار ضروری هستش که توی خونه انجام بدید، به خاطر اینکه باعث میشه دستتون راه میفته و راحت‌تر و با سرعت بیشتری میتونید داخل اتوکد پروسس بکنید و پیش برید و نقشه‌هاتون رو بکشید. من برای اینکه مطمئن بشم خیلی خوب یاد گرفتیم، یک مثال دیگر رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. اوکی، یه اینجور نقشه هستش، همونطور که می‌بینید یه مقدار پیچیده تره. خب من هنوز این دوتا کمان و این کوچولوها رو نمیتونم بزنم، بنابراین از بالا شروع میکنم. دوتا دایره خواهم زد به قطر 26 و 56. از مرکزش 85 تا میام پایین، قطر 16 و قطر 36. خب این 4 تا دایره رو که زدم، از مرکز این دایره 80 تا میام به سمت راست، 40 تا میام بالا. 40 تا که اومدم بالا یه دونه دایره میزنم این کوچیکه قطر 26، یک دایره بزرگتر میزنم شعاع 42، دقت کنید آر قبلش هست پس شعاع. بعد نسبت به این دایره بزرگ مماس میکشم به اینجا و مابقیش رو تریم میکنم. خب اجازه بدید این کار رو براتون انجام بدم. پس من با یه قطر 56 و 26 شروع میکنم. 56 26 از اینجا 85 کوچکتر از 270، همونطور که میبینید 85 هستش. 16 اگر اشتباه نکنم قطر 26 بود، اجازه بدید یه بار دیگه هم نگاه کنم، بخوام قطر 36 بود، پس باید پاک کنم بزرگه رو، یک بار دیگه یه دایره بزرگتر بزنم. اوکی. خب این خط رو دیگه لازم ندارم، فقط وظیفش این بود که مرکز این دایره رو برای من مشخص بکنم. خب در ادامه از این مرکز 80 تا به سمت راست میام و 40 تا بالا لاین رو بر میدارم. ادساین 80 کوچکتر از 0 و ادساین 40 کوچکتر از 90. خب این کار که کردم، این انتها یه دونه دایره میزنم به شعاع 42، یه دایره دیگه میزنم به قطر 26. این دوتا خط رو با فرمان ایریز پاک میکنم. اینجا اصولا قرار بود که دوتا کمان باشه که من چون که هنوز بلد نیستم اینا رو دست نمیزنم. خب دوتا مماس میکشم، یکی از این دایره به اینجا، کنترل راست لاین رو برمیدارم، کنترل راست کلیک از این تانژانت به کنترل راست کلیک این تانژانت، تریم رو برمیدارم راست کلیک و این قسمت رو هم میبرم. خب پس همونطور که دیدید من تونستم 3 تا نقشه ناقص بکشم. نگران نباشیم، چون که هدف این ویدیو آموزشی نحوه استفاده از فرمان تریم بود و دیتکت کنیم تو نقشه ها که کجاها تریم لازم داره. چون بعضی از دوستان اینجور شکل های منحنی رو که میبینن میگن او من اینا چجور، اینا خیلی ساده است، اینا فقط یک سری دایره هایی هستن که ما بقیش رو تریم کردیم، که حالا انشالله زمانی که تکنیک زدن این دایره ها رو یاد گرفتیم خواهید دید که این نقشه ها بسیار بسیار ساده تر از اونی هستن که به نظر میرسن. اوکی، این بود از فرمان تریم. امیدوارم که این فرمان رو به خوبی و کامل یاد گرفته باشید. این نقشه ها رو تکرار میکنم، تو بخش دانلود همین پیج معماری میتونید پیدا بکنید. اینا رو براتون مرتب کردم گذاشتم اونجا، لطفاً اینا رو دانلود کنید، همگام با من این نقشه ها رو بیاین جلو
و بکشیدشون. نقشه هایی که من امروز تو این ویدیو ازشون استفاده کردم نقشه شماره 3، نقشه شماره 4 و نقشه شماره 5 بود که میتونید با من این نقشه رو جلو بیایید و تو خونه تمرین بکنید. اگر سوالی داشتید میتونید از طریق ایمیل برای من سوالاتون رو بفرستید و من سریعا بهشون جواب خواهم داد و اگر لازم باشه که به صورت ویدیویی جوابتون رو بدم به صورت ویدیویی جوابتون رو خواهم داد. اوکی دوستان، ممنونم که حوصله کردید این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه این ویدیو. توی گام بعدی شروع میکنیم و یاد میگیریم که به چه صورت خطوط منحنی و یک سری تکنیک های پیشرفته تر رو در زمینه نقشه کشی صنعتی با هم دیگه یاد میگیریم. یادمون باشه، تکرار میکنم، این نقشه کشی صنعتی که من میگم نقشه کشی صنعتی معنیش این نیست که دوستانی که معماری هستند احتیاج ندارن به این درس ها. اونا هم باید این دستورات رو یاد بگیرن، چون معماری، نقشه کشی معماری بعد از صنعتیه. یعنی کسی که نقشه کش صنعتیه فقط میتونه صنعتی طراحی کنه، ولی نقشه کش معمار هم میتونه صنعتی طراحی کنه هم پلان های معماری رو بکشه، چون قبلش باید صنعتی رو خوب یاد گرفته باشه. اوکی، ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. یادتون نره ما رو حتما به دوستاتون معرفی بکنید و اگر راضی هستید از کیفیت ویدیو. تا یک ویدیوی دیگه و یک آموزش دیگه همه دوستان عزیز رو به خدا بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید. تا بعد.